سلام توی این قسمت میخوایم با تقویم ایزابل و امکاناتی که در اختیارمون میذاره آشنا بشیم. پس همراه من باشین. تکنولوژی با احدی. سلام مجدد خدمت همه دوستای عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی جلسه پیش که داشتم یوزرها رو بهتون توضیحش میدادم، یه لحظه یه اشاره کوچیک، اشاره که نمیشه گفت، شاید دستم خورد به در واقع ادرس بوک ها و دیدم خب منطقیه که بیایم این گزینه ایجندا رو اینجا ببندیمش کلا داستانش رو و تو قسمت‌های بعدی بپردازیم به ادامه کانفیگ و حالا مباحثی که هستش. یکی از گزینه‌هایی که زیر ایجندا وجود داره اینه که در واقع واسه بحث تقویمی همون کلندر هستش که من اینو بازش میکنم. همونجور که مشاهده میکنین این یک تقویم میلادیه و حالا اگر که در واقع خواستی میتونین ازش استفاده بکنیم. ما تو شرکت قبلا هدف گذاری کرده بودیم بیایم تقویم رو شمسیش بکنیم، تبدیل متن به گفتار فارسی بهش اضافه بکنیم و بحثای این شکلی، ولی خب گفتیم زیاد کاربردی نیست و عملا پکیجی که بشه ازش درآمدزایی کرد در نهایت تبدیل نمیشه و پروژه کلا شکست خورد. ولی خب حالا شما دوستان اگر این در واقع ویدیو رو می‌بینیم و علاقه‌مندین به این داستان، میتونیم بیاین اعلام همکاری بکنین، حالا چه برای ثبت پروژه که این در واقع پکیج نوشته بشه و در اختیارتون قرار داده بشه، چه واسه اینکه بخوایم با هم دیگه انجامش بدیم و در واقع یه پکیج بکنیم و حالا بخوایم به فروش برسونیمش. من در هر صورت اعلام آمادگی میکنم. حالا پرحرفی نکنم. تقویمی که الان وجود داره به صورت پیش‌فرض روی مرکز تماس ایزابل تقویم میلادی هستش و شما میتونین حالا تقویم داشته باشین و بیاین کارهاتون رو برنامه ریزی بکنین اینجا که بهتون یه یادآوری انجام بده. برای مثال من اینجا یک ایونت جدید اد میکنم و یک اسم از ما میخواد که میتونیم اسم رو مشخص بکنیم، دیسکریپشن میخواد که میتونیم توضیحات اضافه بکنیم، تایم شروع و پایان اون حالا قرار رو میتونیم اینجا مشخص بکنیم. زمانی که این اتفاقات بیفته اینجا یه دونه تگ برای ما اضافه میشه که میتونیم رنگ اون تگ رو از بین این رنگ ها انتخاب بکنیم. همچنین برای بحث یادآوری ما میتونیم اینجا بگیم که با ما تماس بگیره، یعنی موقعی که به این تایمی که ما مشخص کردیم رسید بیاد و در واقع یه تماسی رو با ما بگیره و حالا اون متنی که اینجا نوشتیم رو برای ما شروع بکنه به خوندنش. که یعنی مثلا میگم با داخلی فلان یا حتی فلان شماره موبایل زنگ بزن، کی زنگ بزن، مثلا 10 دقیقه، نیم ساعت و 1 ساعت قبل از اینکه این اتفاق بخواد بیفته یادآوری میکنه به شما. حتی میتونه از طریق ایمیل هم این بحث یادآوری برای شما انجام بشه و به این ترتیب میتونید یه تقویم درست و حسابی داشته باشین و اگر که خواستین ازش استفاده بکنین. نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که تصمیم گیری این در واقع سیستم تلفنی بر اساس زمانیه که درش تنظیم شده. در نتیجه همونطور که حالا تو جلسات اول بهتون گفتم، اولین کاری که شما میکنین تنظیم کردن ساعت و تاریخ دقیقه. چون اگر برای مثال شما میخواین 9 اکتبر مثلا یه اتفاقی بیفته، اگر تاریخ سیستمتون 10 روز عقب و جلو باشه، خب قطعا 9 اکتبر چیزی که باید نیست و عملا ممکنه شما مثلا از جلساتون جا بمونین و بحثای این شکلی. مورد بعدی که هستش تو همین قسمت ایجندا بحث ادرس بوک هستش که توی قسمت آدرس بوک به صورت پیش‌فرض تمام داخلی های شما، اکستنشن های شما اینجا لیست میشه و خب خودتون هم میتونین بیاین و کانتکت جدید اد بکنین حالا با این مشخصاتی که وجود داره در واقع میخواد ازتون و در صورتی که پرایوت کانتکت باشه این در واقع مخاطبی که ایجاد میکنین، صرفا دسترسیش به اکستنشنی که این یوزر ادمین روش تعریف شده داده میشه. اگر هم که پابلیک باشه که دیگه همه بهش دسترسی دارن. اینم برای بحث آدرس بوک. یک نکته کوچیک رو هم من بگم، شما برای کار کردن با این فضای وب در واقع ایزابل چند تا آپشن دارین که میتونه خیلی کمک کننده باشه. یکی از بحث همین بحث هیستوریه که حالا تو جلسه پیش من بهش اشاره کردم. همینطور که اینجا میتونیم مشاهده بکنین قسمت‌های قبلی که من اومدم و استفاده کردم ازش اینجا واسه من لیست شده، یعنی آخرین جاهایی که من رفتم اینجا واسه من لیست میشه و میتونم ازش استفاده بکنم. یک نکته رو هم بهتون بگم، ببینید زمانی که شما میایین و توی قسمت ایجندا، توی قسمت کلندر یه در واقع ایونت جدید اد میکنین که من اسمشو میذارم تست و تاریخشو میذارم همین چیزی که هستش در واقع باقی بمونه. اینجا میگم مثلا تماس بگیر با داخلی ساعت 10 دقیقه قبلش و مثلا بگو سلام برای مثال. من اینو سیوش میکنم. چرا کنسلش کردم؟ اشتباه شد، ببخشید. میام اینجا یه رنگی هم براش انتخاب میکنم، میگم با داخلی ساعت تماس بگیر و سلام.
اینو سیوش میکنم من. ببینید اینجا این واسه من اضافه میشه. برای اینکه این تماس گرفته بشه و این اتفاق بیفته من باید بیام توی قسمت PBX، بعد از اون تولز، بعد از اون فستیوال و اینجا این گزینه فستیوال رو روشنش بکنم تا این تماس واسه من در واقع انجام بشه و من بتونم اون متن به گفتار رو داشته باشم و بخواد این اتفاق واسم بیفته. نکته بعدی هم که وجود داره و اینم حالا دوست دارم بهتون بگم اینه که شما میتونید واسه هر کدوم از این بخش هاتون در واقع هر کدوم از این زیر منوها بیاین و یک یادداشت بذارین، چه حتی یادآوری صرفا. از این قسمت بالا این علامت دفترچه‌ای که وجود داره رو اگر شما یک بار روش کلیک بکنین یه همچین صفحه‌ای براتون باز میشه که اگر روی این قسمت کلیک هیر بزنین میتونین یه متن رو بنویسین. حالا مثلا من اینجا دوباره همون عبارت تست رو مینویسم، این رو که سیوش بکنم این توی این صفحه کلندر من اومد و ذخیره شد به عنوان یه نوت صرفا، چه حتی یادآوری. و اگر بیام توی ادرس بوک و این عبارت نوت رو در واقع این در واقع حالت نوت رو این بالا بزنم، اتفاقی که میفته دیگه اینجا اون وجود نداره. اون متن تستی که من نوشتم صرفا تو خود این کلندر وجود داره. یعنی توی کلندر الان من دوباره این نوت رو بزنم اون عبارت تستی که نوشتم رو اینجا مینویسه و چه حتی یادآوری صرفا گفتم حالا شاید دوست داشته باشین از این امکان هم استفاده بکنین. و همین رسیدیم به آخر این قسمت. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر اینطوره لطفاً ویدیو رو لایکش بکنین. اگه احساس میکنین به درد کسی میخوره بی نهایت ممنون میشم بابت به اشتراک گذاری ویدیو. پر حرفی نکنم. سلامت و سربلند باشین به امید فردایی بهتر.